بدون پاسپورت و ویزا رفتم یه کشور دیگه. وقتی پاتو تو بلوچستان میذاری انگار به یه جای دیگه سفر کردی. جایی که مردمش تشنه ارتباطن. اگه میخوای بلوچستان رو لمس کنی باید بری دکه بازار و بلوک بازار. ناشتایی آندا پرادا با قیما و نخود کابلی بخوری. بریس رو از یه زاویه دیگه ببین و با آدما حرف بزن که چطور با سخت‌ترین کار دنیا روزگار میگذرونن. برو پنجشنبه بازار بریس و همراه با زیباترین غروبی که داری میبینی خوشمزه ترین بستنی عمرت رو بخور. آدم‌ها، مزه‌ها، بوها، کلمات در بلوچستان همشون با یه سادگی ناب قلبت رو تسخیر میکنن. اینجا یه جای دیگه است، جایی که زندگی یه جور دیگه میچرخه، آرامتر، عمیق‌تر و واقعی‌تر.